فرعون در کاخ خود برای دخترانش آرایشگری مخصوصی داشت که زنی مؤمن بود و ایمان خود را مخفی می داشت. او روزی در قصر فرعون مشغول آرایش کردن سر و صورت دختر فرعون بود. ناگهان شانه از دستش افتاد و او طبق عادت خود گفت بسم الله، یعنی به نام خدا. دختر فرعون گفت آیا منظورت از خدا در این کلمه پدرم فرعون بود؟ آرایشگر گفت نه، بلکه منظورم پروردگار خودم، پروردگار تو و پروردگار پدرت فرعون هست. دختر فرعون گفت این مطلب را به پدرم خبر خواهم داد. آرایشگر گفت برو خبر بده، من ترسی ندارم. دختر نزد پدر رفت و ماجرا را گزارش داد. فرعون آرایشگر و فرزندانش را طلبید و با او گفت پروردگار تو کیست؟ آرایشگر گفت پروردگار من و تو خدای یگانه است. فرعون دستور داد تنوری را که از میز ساخته بودند پر از آتش کنند تا آرایشگر و فرزندانش را در آن تنور بسوزانند. آرایشگر گفت من یک خواست دارم، یعنی یک خواهش دارم و آن این است که استخوان‌های من و فرزندانم را در یک جا جمع کرده دفن کنید. فرعون گفت چون برگردن ما حق داری این کار را انجام می‌دهم. فرعون برای اینکه زن به خدا بودن او اعتراف کند فرمان داد تا ابتدا فرزندان آرایشگر را درون تنور اندازند و چنین هم کردند. ولی آرایشگر مقاومت نمود و فرعون را خدا نخواند. سپس نوبت به کودک شیرخوارش که آخرین فرزندش بود رسید. جلادان او را از آغوش مادرش کشیدند تا به درون تنور بیفکنند. مادر بسیار بیتاب شد. آنگاه کودک به زبان آمد و گفت اصبری یا امی انک علی الحق. ای مادر صبر کن، تو بر حق هستی. آنگاه او کودکش و خود او را در تنور انداختند و سوزاندند. رسول الله صلی الله علیه و سلم پس از نقل این حادثه جگرسوز فرمود در شب معراج در آسمان بوی بسیار خوش به مشامم رسید. از جبرائیل علیه السلام پرسیدم این بوی خوش از کجاست؟ جبرائیل علیه السلام گفت این بوی خوش از خاکستر آرایشگر دختران فرعون علیه لعنت است که به شهادت رسید.